سعید القاسی هستم از تیم تکسان با کارگاه عملی پینک در خدمت شما هستیم. من این وب سرور رو روی این بورد آوردم بالا. بچه یکی از کاربردهای بسیار مهم زینک و پایتون و پینک اینه که شما بتونین وب سرور روی بورد بیارین بالا. خیلی کمک میکنه. میدونین دیگه ساده ترین چیزایی که من تا حالا این بار بهش برخورد کردم که آقا اینترفیس تحت وب میخواد مودم بوده. اینقدر سویچ مدیریتی ساختیم، حالا همش هم سویچ نبوده، مثلا یه دستگاه بوده ریدندانت شبکه، یه دستگاه دیگه بوده نمیدونم خود سویچ، یه دستگاه دیگه بوده فلان فیچر شبکه رو فقط باید پیاده میکرده، هم کانفیگ میخواسته. خب من کانفیگ چی بدم دست مشتری؟ نرم افزار اگزک میدم، ستاپ میخواد، کتابخونه میخواد، یه دفعه سامانش ویندوزه، یه دفعه اونجا اصلا نمیتونه نرم افزار نصب بکنه. بعد همه مودمای دنیا رو نگاه میکنی تحت وب میشه بهش وصل شد. خب اینم باید تحت وب باشه دیگه. با بیر متال نمیشه، اذیت نکنین خودتون. اگرم با بیر متال رفتین جلو آوردین بالا، امنیتش رو میخواین چیکار کنین؟ اینجا من الان رو امنیتش کاری نکردم، ولی به راحتی دو تا کتابخونه صدا میزنیم، به HTTPSش میکنی، اصلا سکیورش میکنی، ارتباطم کاملا انجام میشه. خب بچه این کدیه که من نوشتم، باز خوشگلش کردم، براش فهرست درست کردم. مثلا میتونی برید ایمپورت لایبرری، مثلا حالا کارم نکرد کلیک کردم روش، حالا برای قسمت مختلف به هر حال میتونید روش کلیک بکنین، بریم بیارین و ببینین بریم چه اتفاقی افتاده توش. بچه اگر بخوایم وب سرور ایجاد بکنیم، کلاً وب سرور دو تا پایه اساسی داره: بک‌اند، فرانت اند. بک‌اند چیه؟ کدیه که رو اون سروره قرار میگیره. مثلا گوگل یه سروری داره، یه کدیه اون گلو با PHP نوشته، یوتیوب، بالا هر چیزی، سایت ها همه یه سمت سرور دارن. اونا قیافه و شماتیک ظاهری ندارن، یه مش کد PHP یا پایتون یا حالا زبان‌های مختلف دیگه است که اومدن بک می‌نویسن روی سروره، که اینجا برد ما میشه چی؟ سرور. پس ما یه سری کد می‌خوایم که بتونه اون سرور HTTP رو روی شبکه برای ما فعال بکنه. یه برنامه می‌خوایم فرانت میاد روی سیستم شما اجرا میشه. الان من اینجا می‌خوام با کامپیوتر خودم ببینمش، با هر کامپیوتری که بهش وصل میشم، یه وقت با گوشی موبایله. من از رو همین برم جلو بچه. خب یه چیز به همینه دیگه، شما کدتون و توضیحاتتون رو با هم می‌نویسین. یه بخشی هم که حالا هاردور سخت افزاره که بک‌اند و فرانت، و یه وقت هم هاردوریه که به هر حال داره اینا رو اجرا میکنه. بک‌اند میتونه یه وب سرور از HTTP پروتکل استفاده میکنه. HTTP هم متدای گت و پست و پوش و نمیدونم دلیت و اینجور چیزا داره که تقریبا اینجا فقط از گتش استفاده میکنیم. دارم سریع رد میشم. این اطلاعاتیه که باید برین سرچ بزنید در موردش اگر میخواین کار بکنید. روتینگ اتفاق میفته که مثلا کجا رو کار داره. مثلا من به سرور میگم آقا این فایل در فلان جا رو میخوام، یوزر ادمین رو میخوام، نمیدونم اسلش دوره ها، لیست دوره ها رو میخوام. اینجا چیز روتینگیه که تو سرور داره اتفاق میفته. سمت سرور باید ریکوست هندلینگ باشه. از سمت کلاینت، از سمت فرانت براش یه ریکوستی میاد، میگه آقا این صفحه رو به من بده، این من میخوام لاگین بکنم، به هر حال باید این پردازش ها رو انجام بده و پاسخ رو باید بسازه. با دیتابیس معمولا درگیرن. البته دیگه برای این کار ما دیتابیس اینجا نداره، ولی مثلا سایتی شما میخواین چجوری لاگین کنی باید دیتابیس داشته باشه. خیلی از سایت ها الان دیگه دیتابیس دارن. و اینکه تایید هویت و اینجور چیزا هم خیلی وقتا لازمه. من مودمی که دارم میسازم باید ادمین فقط بتونه پسورد، یوزرنیم پسورد بزنه و حالا مکانیزمای خودشو داره. بچه‌ها هیچ وقت این باکسی که میذارن پسورد رو توش می‌نویسین، پسورد رو نمیفرستن ها. مثلا ایمیلتون می‌خواید پسورد رو بزنین، پسورد رو بفرستن، یکی سر راه شبکه یه وایرشک بزنه پسوردتون رو در میاره، هشش رو میفرستن. اینا مثلا مکانیزم‌های مختلفیه برای شناسایی پسورد و اینا. خب بچه‌ها بک‌اند رو با نرم افزار مختلفی میشه زد. بک‌اند رو شما میتونید با PHP بنویسین، با پایتون بنویسین، با C بنویسین. یکی از چیزهای جالب بچه‌ها، میتونین کل بک‌اندتون رو با شل خود لینوکس بنویسین.
ماینرها اینجوری هست، خیلی جالبن. حالا ما این مدت ماینر کار میکردیم، کل بکندش با شلش، تکس شلی که همونجا توی چیز میزنید، تمام ریکوستای HTTP رو میگیره، دوباره جواب براش درست میکنه، دوباره همه رو برمیگردونه، کلش رو با شل مینویسه. اینکه یوزر رو تایید میکنه، نمیدونم سکیوریتیش هم خیلی بالاست. جالبه که همه رو با شل نوشتن. پایتون چند تا کتابخونه هست که میتونید ازش استفاده کنید برای اینکه وب سرور بسازین. معروف ترینش فلاسک، دیفالت معمولا با پایتون های روی پی سی میزنی نصب میشه. جنگو باید نصب بکنین. بچه جنگو خیلی قویه. یه بار یادمه با دوستم داشتیم صحبت میکردیم که PHP یا پایتون اینا، من گفتم پایتون خوب داره پیشرفت میکنه، حالا در آینده احتمالاً تو وب قوی ظاهر بشه. رفتیم یه سرچ زدیم مقایسه PHP و پایتون، بعد اصلا من خودم حالا سرچم 3-4 سال پیش بود، واقعا تعجب کردم. میگفت مثلا یوتیوب و اینستاگرام با جنگو نوشته شدن، با پایتون نوشته بود. یوتیوب با PHP بود اول، از یه جایی به بعد دید نمیکشه این همه یوزر جواب بده، رفت رو پایتون. خیلی برام جالب بود این صحبتی که استفاده شده بود. فست API هم داره و یه چیزی هم داره به اسم بیلتین، یه وب سرور خیلی خیلی ساده رو خودش هست که ما الان از همین استفاده کردیم. اسم کتابخونه‌اش همینه، http.server. همینو بزنین یک سرور براتون درست میکنه. بخش فرانت اند همونجور که خدمتتون عرض کردم ترکیب کدای HTML، CSS و جاوا اسکریپت. با اینا هر قیافه ای از وب بخواید میتونید درست کنید. تمام چیزی که در تمام پیج ها در دنیا هر صفحه‌ای میبینین باز میکنین، هر قیافه خفنی میخواد داشته باشه، هر چیز داشته باشه، ترکیب HTML، CSS و جاوا اسکریپت. با ترکیب اینا برای شما هر شکلی میسازن. خب بچه‌ها، من به خاطری که این پروژه رو بسازم اتفاقا خیلی سعی کردم از چیزهای آماده و هوش مصنوعی استفاده کنم. این تمپلیت رو من رفتم دانلود کردم. یه خیلی ساده تمپلیت، نمیدونم HTML بزنین و از پنل کاربری مثلا پنل مدیریتی یه عالمه براتون مجانی میاره. اینو انتخاب کردم. این پنل شد بیس کار من. از اولم ننشستم بنویسم اینو، من اصلا این کاره نیستم، نه جاوا کارم، جاوا اسکریپت کارم، نه HTML نه CSS، فقط بلدم انگول بکنم، دستکاری بکنم. خب بعد بچه یک مکانیزمی داریم به اسم ایجکس. ایجکس در بک‌گراند صفحه وب شما درخواست میزنه به سرور. ایجکس وقتی که اومد آرزوی برنامه‌نویسای وب رو محقق کرد. وب اول تقریبا همه استاتیک بودن، نمیتونستن خودشون عوض بشن. ایجکس یه کاری کرد که تو بک‌گراند، مثلا شما توی میرین سایت ورزش تری، نتیجه مسابقاتتون اونجا داره براتون میذاره، بعد خودش داره آپدیت میشه. کی اینو داره آپدیت میکنه؟ میرید تو سایت مثلا نمیدونم بورس، داره این نمودار بورس هر چند وقت یه بار آپدیت میشه. این چه اتفاقی داره میفته؟ خودش با کد جاوا اسکریپت یه سوکت میزنه و میره اطلاعاتو میگیره، دوباره به شما نمایش میده. من این پیج HTML رو که استاتیکه برداشتم استفاده کردم، بهش یه ایجکس اضافه کردم. گفتم مثلا ثانیه یه بار یه ایجکس بزن به سرور و اطلاعاتی از سرور برای من بگیر و بیار به نمودار اضافه کن. آیا من سواد اینو دارم که ایجکس بنویسم؟ 5-6 سال پیش نوشتم، الان یادم نمیاد. اینجا نوشتم AI، آقای چت جی پی تی، دیپ سیک یادم نیست، یا کوپایلوت، این کدو بگیر یه ایجکس رو من بده. همین چند تا خط ایجکس میگه آقا مثلا به صفحه به پست /1 یک ریکوست بزن و بعد نتیجه رو بگیر. اگر نتیجه اشتباه بود بزن که نمیدونم حالا آماده نبود، اگرم درست بود بیا حالا هر کاری که لازمه با دیتا انجام بده. دیتا رو مثلا گرفتم توی لیبلی نمایش دادم. 2 خط بیشتر نیست. بچه کل این وب سرور و چیزی که الان داریم میبینین رو تو چند ساعت با کمک AI و پینگ روی زینک آوردیم بالا. چند ساعت. بیشترین چیزی که زمانمو برد دسترسی به سنسور دمای این چیپه بود. یادم رفته بود چطوری من دما رو مستقیم از این میخوندم. همون دیو کانفیگ بود که گفتم هم به XADC دسترسی داره، هم ویتستری ما میریم باش پروگرام میکنیم. خب میریم جلو.
جاوا اسکریپت امکان چارت، نمودار، همه چی رو به صفحه HTML اضافه میکنه. یک کتابخونه استفاده کردیم و گفتیم به چارت بده. البته خود این به صورت دیفالت چارت و کتابخونه‌ش رو صدا زده بود. اینو چارت بود، فقط من بلد نبودم باش کار کنم. گفتم آیه چت جی پی تی من میخوام دیتا به این اضافه کنم، چطور اضافه کنم؟ اینا رو من چند سال پیش کار کردم روی یه سری پروژه، یادم رفته بود اصلا با این چارت کار نکرده بودم، چارت دیگه استفاده کرده بودم. بهم گفت آقا اینجوری بنویس، یه ذره بالا پایینش کردم، خودم تونستم باش کار بکنم. یه دانش اولیه میخواد بچه‌ها. این هوش مصنوعی واقعا داره برنامه‌نویسا رو حذف میکنه، مدیر پروژه ها رو داره زیاد میکنه. و خیلی هم جالب بود، چند روز پیش که دوستان میگفت که شرکت اومده گفته بذار برات نیرو برنامه‌نویس بگیرم، خودش برنامه‌نویسه، بیاد کمکت. بهش گفته بود که اگه میخوای حالا نیروی همینجوری بگیری جای دیگه هست، از یه جای دیگه میخوای بیاری بگیر بیار، ولی اگر میخوای بیاری کمک من واقعا از بیرون میخوای بگیری، نمیخوای چت جی پی تی من کارامو انجام میدم، بی خودی الکی نیرو نگیر. خب بعدم یه تایمر تعریف کردم توش با یه خط، آقا 1 ثانیه و نیم ریکوست بزن به برده. بعد اومدم توی جاوا اسکریپت این تایمر رو اینا هم اضافه کردم. این کداش الان اینجا نوشتم، کداییه که رفته توی HTML CSS هم نشسته. این چیزی بود که بیشتر از همه وقتمو گرفت. چت جی پی تی هم ازش میپرسیدم، میرفت تو باقالیا که در اینقدر در زینک اطلاعات نداره. میخواستم XADC که به برد وصله رو یه دیتایی تو برده بنویسم. اون موقع هم هیچ کدی ننوشته بودم توی PLش. الان PLش بیت استریمش خالی باشه این کار میکنه. میخواستم XADC رو بخونم. XADC رو 2 تا راه دارین خوندنش، یا IP کد XADC رو تو PL بذارین، ارتباط رو از طریق GP برقرار کنین با PS، یا از طریق اون dev config مستقیما PS میتونه بره به رجیسترهای XADC ارتباط برقرار بکنه و دیتا رو بگیره. خب اینجا میبینیم من دستور کامند لاین لینوکس استفاده کردم. اون علامت ترجمه رو گذاشتم، گفتم ls کن sys bas iio device iio device 0. من یه بار ران بزنم، اینجوریه، این لیست رو برای من میاره، میگه اینا رو دارم. بچه‌ها میبینین همه اون XADC رو اینجا آورده، مثلا دما، آفستش، را دیتاش، اسکیلش، ولتاژ همینطور، ولتاژ بیرم، ولتاژ IUX، ولتاژ فلان. قشنگ شما میتونید تمام ولتاژ خود چیپ رو به همین راحتی تو لینوکس با یه دونه کامند بگیرین. حالا من چطور گرفتمش؟ با کت. یه کت کردم، گفتم بده تمپو به من بده. تمپ عدد شده چی؟ 2861 مثلا الان گرفتم. بچه‌ها ببینید دوباره میزنم این امکان داره تغییر کنه. چند بار بزنم؟ الان شد 82 رقم آخرش 83 داره دماش تغییر میکنه، بالاخره دماس داره تغییر میکنه. اینجا رو بچه‌ها میبینین با چیز نوشتم، لاتکس فرمول ریاضیشو، که اگر این فرمول ریاضی رو بزنین به دما میرسین. حالا مثلا من همین رو میزنم اینجا، حالا این که فرمول البته عدد، این عدد اگر باشه را دیتا نتیجهش میشه منهای 270 میشه این فرموله و حالا به دما میرسونه. اینجا شروع کردم کدم رو نوشتم. بچه ببینید چقدر با پایتون راحت یه وب سرور بیاریم بالا. کتابخونه رو صدا زدم، ببینید چقدر سریع کتابخونه‌اش لود شد. اینجا گفتم برو چیکار کن، این فانکشنیه که نوشتم تمپریچر رو میره میخونه. دادم به چت جی پی تی ها، گفتم آقا من پیدا کردم، تو نمیخواد اونجا منو فرستاد تو باقالیا، گفتم من پیدا کردم چطور دما رو بخونم، به من بگو این دما رو چطور تو پایتون بکنمش فانکشن. به همین راحتی یه فانکشن به من داد. این الان فانکشن ساخته شد برای خوندن دما. متد مثلا get رو اومدم اووررایت کردم، گفتم آقا get رو میخوام اگر ریکوست اسلش پست 1 برام اومد بیا چیکار کن، دما رو بهش پاس بده. در غیر این صورت هر چی اومده بود همون رو دوباره برو فایلش رو بهش برگردون. وقتی میزنیم html.index بعد اون عکس میخواد، css میخواد، همه اینا رو خود اون سرور پایتون هندل میکنه. این از این. قسمت بعدی بچه‌ها میخواد سرور رو ران بکنه، رو چه پورتی رانش کنه؟ چون خود 80 پورت دیفالت این براوزره که من الان به برد باش در ارتباط هستم، نمیتونم 80 رو بدم برای
پورت 80 بدم برای اون چیزی که من میخوام درست کنم. یه پورت دیگه رو دادم گذاشتم 8000. آره 8000. هر پورتی دوست داشتین رو میدین. میتونین یه کار کنین، میتونین برین توی خود پینکه، به پینکه بگید تو پورت 80 نباش، تو روی پورت دیگه باش که دیفالت آی پی رو میزنه این بیاد بالا. حالا من گذاشتم رو پورت 8000 یه ران میگیرم. بچه‌ها الان سرور اومد بالا، البته فکر کنم این هنوز ران چیزشه، فانکشنشه. و اینجا دیگه میرم چیکار میکنم؟ سرورمو ران میکنم. ببینید الان میگه سرور رو پورت 8000 رانه. میخوام ببینمش 192.168.1.25.2.8000. این داره رو بورد میاد، 1 ثانیه یه بار داره ریکوست میزنه، دما و ولتاژ رو میخونه. میبینین این دما این ولتاژه. یکیشو حذف کنم، الان ولتاژ رو داره میخونه. بازیای ریز ولتاژ رو دارین میبینین. من اینو حذف کنم، دمای خود چیپو دارم میخونم. بچه دستمو هیت سینک نداره، دستمو میذارم رو خود چیپه که چیپ سرد شه. بعد 1-2 درجه ببینین سرد شد فورا. دیگه دست من با این چیپه تقریبا همدما میشه. الان که دستم از رو این ور دارم، اون دوباره شروع میکنه داغ کردن. حتی فوتش میکنم، این عکس عمل نشون میده. ببینید الان یه همچین اینترفیس تحت وبی واقعا تو یه روز با پایتون و پینک اومد بالا. شما فکر بکنین مثلا میخواین یه سویچ مدیریتی بزنین، آی پی سرچ بکنین، ویلن بزنین، چارت توش اد بکنین، فلان کنین. نمیگم یه روز، 2 هفته کلشو میزنین میره. کل اینترفیستون رو میزنین. یه چت جی پی تی یا دیپ سیک، یه دونه پینک، کل اینترفیستون رو میدونین بذارین و به همین راحتی کارتون رو پیش برین. کد پایتون رو چنم که دیدین واقعا 4 خط بیشتر نبود کد پایتونش. برگردم نگاه کنین کد پایتونشو، اینجا بود. این قسمت هاست، ایناست. فقط میتونین همینا رو کپی کنین، اصلا توی یه دونه دات پی وای بذارینش توی استارتاپ برده. نخواین هر دفعه بیاین این منو رو باز کنین ران بزنین. اینجا رو ببینید کل کداش اینجا شروع شده. کتابخونه رو صدا زدم، یه فانکشن نوشتم برای خوندن دما، یه فانکشن زدم این برای چیه؟ برای اووررایت متد گت، فقط برای اون پسته. اینجا هم یه فانکشن زدم برای استارتش، اینم استارت کردم، تموم شد. باور کنید یه صفحه نشد کلش. برای بکندش، این بکندش بود. فرانت اندش که اونو آماده گرفتم، کلی فایده، ولی رفتم با کمک چت جی پی تی و اینا یه 4 تا خط کد جاوا اسکریپت هم اون وسط اضافه کردم که میتونی مثلا این بگیره و به اون نموداره اضافهش کنه. بچه‌ها همینجا تو برده هستیم دیگه، سر 92.168.1.25. توی زایلینکس من کجا نوشته بودم اینا رو؟ فکر کنم توی اینجا باشه، جوپیتر نتبوک، اینجا وب سرور. بچه این فایل ها، این همه فایلی که داریم میبینیم فایل اون چیز هست. اون صفحه خیلی مفصلیه ها. من اون تمپلیتی که گرفتم برگردم، فقط همین یه پیجشو من وقت کردم برای این کلاس آماده کنم. ببینید کلی پیج داره این، ولی یه عالمه فایل و پیج داره اینجا. این یه خیلی مفصله، فرم داره، مثلا میتونید برای ثبت نام داره، برای لاگین داره. میتونستم لاگینشو بذارم اینجا، اول از من یوزرنیم پسورد بخواد، یوزرنیم پسورد داد من بیام مثلا تو این صفحه و خیلی حالا امکانات دیگه. این فایلی که دارین اینجا میبینین همش فایلاییه که مال اون پیج است و خیلی هم زیاده، اشکالی هم نداره. خواستم خوشگل بشه. شما اگه خواستین فقط یه چیز ساده باشه، 4 تا عدد باشه، فقط میشه یه HTML، حتی CSS جاوا اسکریپت هم شاید نخواد. جاوا اسکریپت فقط برای 4 تا لازمه. حالا مثلا من باز بکنم بچه‌ها، نمیدونم ایندکس، فکر کنم این ایندکس دات اوپن ویتش بکنم با VS کد مثلا. این کداییه که اونجا هست، این کداییه که من نوشتم، یعنی اون نوشته و منم وسطش یه ذره خودم اضافه کردم. این صفحه ایندکسشه، این آخرها احتمالاً کدای منه. آره اینا کدای منه که من اومدم این مای چارت 2 رو زدم و بعد همین گفتم یه کدی اگر گرفتی بیا مثلا بهش اضافه کن به همین راحتی.
از دیپسیک هم استفاده کردم، یادم نیست دیپسیک، کوپایلوت، چت جی پی تی، یادم نیست از کدوم استفاده کردم. حالا یه دونه فقط یه فایل عوض نکردم، و 2-3 تا فایل اینجا عوض کردم. فکر کنم تو این جاوا اسکریپت های چیزی من نوشتم، یا این مینه رو من فکر کنم دستکاری کردم، یه چیزایش هم تو این مینه است، یه چیزایی هم توی مینه من جابجا کردم که مربوط به دیتا گرفتن و چارت و رنگ و اینجور چیزها رو من اینجا دستکاری کردم. خلاصه خیلی بچه‌ها کار سختی نیست، با پایتون به راحتی میتونین این کارو بکنین. این هم این نمودار که این میبینید داره به خودش آپدیت میشه و خلاصه این اینترفیس تحت وب خوشگل با پایتون آوردیم بالا. حالا فرض کنید همینو بذارین کنار اون یکی پروژه FFT DMA مفصل، میتونید خیلی گسترشش بدی. من اینجا تنها چیزی که داشتم سریع بتونم یه دیتایی بگیرم همین دیتای دمای سی پی بود، خوشگل باشه تو چارت رسم کردنش. شما ولی فکرتون رو باز بکنید، بزرگ دیگه، به خیلی چیزاتی که فکر بکنید. مثلا یکی از بچه‌ها کاری که انجام داده بود، یه ماژول اونجا گذاشته بود پردازش تصویر انجام میداد، پردازش تصویرش رو دیتاشو میداد به پینکه توی قالب همین چیز ارسالش میکرد، یعنی وب سرور ارسالش میکرد اینجا و داخل این داشت تصویر رو نشون میداد. در حد 6-7 فریم 10 فریم بر ثانیه داشت تصویر واقعا اینجا برای ما نمایش میداد که تو دوربین مثلا داشت ترک میکرد، الگوریتم کلاسیفیکیشن چیز اینا روش نوشته بود. همه کار میتونیم بکنیم باهاش. خب بچه‌ها اینم از این. من این مثال دومم سعی کردم حالا یه مثال کاربردی باشه براتون بیارم و اینجا اجرا کنم. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. اگر سوالی چیزی دارین از این هم من هستم خدمتتون. بچه ما پروژه بزرگی رو همینجوری هندل کردیم باهاش و واقعا اون پروژه که تو پست برق ساخته بود واقعا همینجوری نمودارا رو داشتیم. بعد تو قسمت پیلش کار ریل تایم انجام میشد، یعنی شبکه قدرت مرتب مانیتور میشد و اگر فالتی اتفاق میافتاد سعی میکرد زودتر از طریق تغییر نمودار جریان متوجه بشه و بپرسه. این برای بچه‌ها باشه. فقط یکم بالا باشه که تو زیاد کنین. من فقط سوالم این بود که اون در واقع سیستم عامل لینوکس رو ما میتونیم رو هر برد در واقع زینکی که داشته باشیم در واقع پیاده سازیش کنیم. فقط باید اون در واقع کانفیگایی که فرمودین به 2 حالت میشه که فرمودین که یکی از در واقع همکاراتون تو 2 روز انجام داده و شما هم خب مثلا تو 2-3 هفته تونستین اون کانفیگا رو برای برد خودتون در واقع. من البته کانفیگا رو پیدا کردم بعدش که بخوام کانفیگا رو انجام بدم مثلا شاید بشه 2 ساعت ها. بله. سخت بود کانفیگا رو پیدا کنم. الان تو سایت خود پینگ گفته اینا رو، اون زمان نبود، فقط میگفت این اسکریپت ها رو ران کنین تا ساخته بشه. درست، خیلی متشکرم. پس به راحتی میشه در واقع اون سیستم عامل لینوکس رو هر بردی. من کلمه به راحتی و بچا وقتی که مثلا داریم با یه FPGA کار داریم صحبت می‌کنیم میخواد با VHDL یه چیزی رو پیاده بکنه، میگیم ببینیم پینگ به راحتی این کارو کرد، ولی همین به راحتی امکان داره برای نرم افزاری بنده خدایی که 2 تا اینتر میزده همه چی درست شده اون به راحتیه یکم سخته. کسی که واقعا مسلط به اون مفاهیم بود دات بین و کرنل و اینا، آره میشه گفت براش کار راحتیه که یه روتفس رو برداره بیاره ورژن پتالینوکس رو سعی کنه از همون پتالینوکس استفاده کنه، اون 4 تا آپشن رو توی کرنل فعال بکنه، یه بود دات بین میسازه و با کرنل میذاره کنار هم میاد بالا. مثلا ما دیشب اومدیم برای یکی از برد آلترا اسکیل هم گفتم بیارم اینجا روشن کنم، مثلا ما دیشب رفتیم این تا وسط چیز می آورد بالا
آپشن ها رو همه رو فعال نکرده بودیم، کرنل رو تا وسط روتفس می اومد بالا، وسط روتفس گیر می‌کرد دیگه، کنسلش کردیم، خیلی دیر شده بود. ببخشید میخواستم بپرسم، فقط سیستم عامل اوبونتو رو پیشنهاد داده، ما میتونیم خودمون یه لینوکس خیلی مینیمالی روی زینک لود کنیم؟ من خودم بهش فکر کردم، همون پروژه که برای اون پست نیروگاه داشتیم خیلی بهش فکر کرده بودم که این زمان استارتاپ رو بیاریم بالا و دقیقا. چند تا راه داره. یکی این که اصلا خود این پایتون رو کامپایل میکنی چیز میشه. این پینک خودش فریم ورک جدا هست، الان تو اینترنت میشه یه مجموعه نرم افزاره میشه، فقط اینکه حالا چقدر واقعا کتابخونه اونجا شما استفاده میکنید و چقدر اون داره یه راهیه که باید یه دفعه رفت دیگه. خود اوبونتو همین اوبونتو سرور اصولا اینا، خود اوبونتو بدون سرور نیست ولی اوبونتو بدون گرافیکه. بدون گرافیکه. خب خودش بازم یه سری چیزا داره که واقعا الان من تا این کلاس فهمیدم خیلی کاربرد نداره برای ما، برای کار روی زینک. میتونیم پس امکان پذیر هست. بله 100%. فقط باید واقعا یه وقتی بذاریم، مثلا امکان داره یه ماه طول بکشه ولی وقتی فهمیدی دفعه دوم انجام شدیم چیه ارزشش رو داره این سرعت لود شدن. آره ببین اون مسئله هست که ما گفتیم یه وقت از شما لینوکس امبدد درست می‌کنی، مثل اسیلوسکوپ که روشن می‌کنی هیچ اثری از لینوکس نمی‌بینی، به درد اون جاها می‌خوره. این عمدن اومده اوبونتو رو استفاده بکنه که خیلی‌ها امکان داره واقعا برن اون وسط از لینوکس استفاده کنن. مثلا همونجا من از طریق لینوکس رفتم سنسور 10 ماهی اونو خوندم، یعنی باید لینوکس کامن لاینش با اون دستورا با اون درایورا. من خودم هم خیلی دوست دارم این کارو بکنم ولی واقعا توی وقتم نمیگنجه. حالا اگرم انجام دادین دوست داشتین با هم شیر کنیم. من خیلی دوست دارم واقعا روی لینوکس کاستوم فقط اون پکیجی که لینوکس میخواد بیاره بالا. استارتاپشو مثلا چه میدونم فکر کنم برای اون پروژه من نزدیک 40 ثانیه طول میکشید. مینیمالی قبلا درست کردم که مینیمال حالت لینوکس اوکیه، لینوکس با پتا لینوکس میاریم بالا. این که چه کتابخونه هایی برای پینک لازمه و پایتون و آی پایتون و جوپیتر و اینجور چیزا رو بخوایم بذاریم یه بحثه. بعد یه چیز دیگه هم بگم ها بچه‌ها، خود جوپیتر خیلی بزرگه ولی تو پروژه نهایی جوپیتر رو لازم ندارین ها. میتونین فقط پایتون و کتابخونه های پایتون اون وسط بذارین که اونم خیلی کمک میکنه. بعد یه سال دیگه هم این کلا پینک گفتید واسه بیشتر شبیه سازی و آزمایشگاهیه، درسته؟ شبیه سازی نه، برای تست. برای تست و تست. بعد ولی صنعتی هم استفاده میشه کرد. ما میتونیم با همین سبکی گفتم بیایم توی محیط‌های صنعتی ازش استفاده کنیم، یعنی بیایم اون لینوکس خودمون رو کاستومایز کنیم، پینک رو روش حالا نصب کنیم یه جورایی، بعد روی حالا بردهای صنعتی هم ازش استفاده کنیم. مثلا همینم میتونید استفاده کنید. من همینو تو نیروگاه استفاده کردم. تو پست برقه دقیقاً همین بود. همینو گذاشتیم. همین بالا اومده خیلی مسئله است دیگه. توی ما اونجا استارتاپ نداشت. اونجا اصلا دستگاه نباید خاموش بشه. ما میریم سمت FPGA که سرعت رو خیلی بهبود ببخشیم. حالا یه جایی میپذیریم پنالتیاشو دیگه. مثلا شما سویچ مدیریتی رو روشن می‌کنی مثل اسیلوسکوپ نزدیک 1 دقیقه طول میکشه بیاد بالا، چون همشون لینوکس دارن میان بالا. خب حالا واسه اینکه بیایم به سمت صنعتی شدن، این پتا لینوکس دقیقاً چیکار میکنه؟ اون لینوکس ما رو میاد خودش جنریت میکنه؟ یعنی پتا لینوکس یک نرم افزاره که چند تا کار رو با هم انجام میده. اول اینکه یک رپر روی تمپلیت کامپایل لینوکس چی بود اسمش؟ یوکتو. با یوکتو خیلی کامپایل لینوکس راحت میکنن. یه سری اسکریپت هست که پشت سر هم همینجوری داره کامپایل میکنه. این یوکتو رو داره که کامپایل لینوکس رو برای شما خیلی راحت بکنه. از یه طرف سورس های زایلینکس هم داره که درایور زایلینکس اون قرار داده شده راحت شده که راحت‌تر بتونین چیز بکنین. از یه طرف یه کار خیلی جالب دیگه ای که میکنه اینه که دیزاینی که شما دارین از شما میگیره، همونی که به بیر متال اکسپورت میکنین، یک هاردور دفینیشنی بود، یک چیزی که مشخصات سخت افزاره، اون از شما میگیره، خودش میاد یه سری کارا رو اتوماتیک میکنه. یعنی میگه که خب باز میکنه EPS اینا رو فعال کردی، APL اینا رو فعال کردی، خب درایور یوارت هم خودم دیفالت برم تو کرنل فعال بکنم، اینم برم تو کرنل بذارم، خب دیوایس تری این 4 تا پارامترم خودم برم بذارم، همه اینا رو انجام میده. شما یه دکمه میزنی، لینوکس رو شروع میکنه کامپایل کردن. کار کامپایل لینوکس و کاستومایز لینوکس رو راحت کرده. شما توی
نیم ساعت با یه لپتاپ خوب میتونی یه لینوکس امبدد در حد 5 مگ روی این بورد بیاری بالا. نیم ساعت فقط برای کامپایلش. درسته، من وقت جلسه رو دارم میگیرم. این که گفتید یک سیستم خوب، من شنیدم پتالینوکس واقعا یه سیستم خیلی خیلی پیچیده، خیلی کانفیگ خوب نیاز داره. واقعا اینجوریه یا نه؟ با سیستم های تقریبا معمولی حالا لپتاپایی که ما داریم این امکان پذیر هست یا نه؟ بچه ما خودش 6 7 سال پیش یه پروژه داشتیم، پروژه LTE بود، BTS LTE، یعنی یه همین BTS هایی تو سطح شهر باید به چند تا یوزر سرویس اینترنت میدادیم، حتی اینا قرار بود حرکت هم بکنن، خیلی پیچیده داشت تحویلش. ما بسیار مدیون لپتاپ آقای مهندس جعفری هستیم. یه لپتاپ داشتن کورای 7 نسل 4 سی پی یوش HX هم اون موقع H بود، MQ، و این بنده خدا سالها، یعنی فکر کنم یه سال تحت سنگین ترین برنامه‌های ویوادو رو که ویوادو هنگ می‌کرد، یه بلوک رو جابجا می‌کردیم تا 5 دقیقه جواب ما رو نمیداد و لینوکس رو این آوردیم بالا. خب تو حساب بکنیم به هر حال اون لپتاپ که مال اون سال نزدیک 10 سال پیش بود داشت کار می‌کرد. زمانی هم که داشتیم رو ماینر کار می‌کردیم همین لپتاپ بنده خدا کار می‌کرد، 8 گرم هم بیشتر نداشت، ولی بعضی وقتا هنگ هم می‌کرد دیگه، تو کامپایل لینوکس هنگ می‌کرد. واقعیتش اینه که شما یه کامپیوتر نیاز دارید، هرچی کامپیوتر تو مشخصاتش بهتر باشه بهتره. من پیشنهادم یه کامپیوتر کورای 7 نسل‌های 13-14 حداقل 32 گیگ رم و هارد SSD، خیلی زیاد هارد SSD. الان این لپتاپ من رفتم کاستوم کردم 4 تا هارد SSD انداختم پره، برای حمایتش که میخوام فیلم‌ها رو ضبط بکنم مجبورم کلی برام پاک بکنم از حالا پروژه‌ای که به صورت تمپو اینا داشتیم. خیلی متاسفانه دیوایس های زایلینکس چیز میخواد. الان ویتیس جدید یا وایتس جدید رو بخواید نصب بکنید روی این لپتاپ اندازه گرفتم 175 گیگ فضا میخواد، 120 گیگ هم خود ستاپشه، 300 گیگ شما همین فقط برای ستاپش میخواد. حالا این پتالینوکسه، چیز بخشید ویتیس پتالینوکس هم یه چیز نزدیک 200 گیگ میخواد با اون فایل دانلودیش اگه نخواین هر دفعه به اینترنت وصل بشه. ویتیس ای هم داریم برای هر کار هوش مصنوعی، اونم یه چیز نزدیک 200 گیگ میخواد. این فقط میشه ستاپ نرم افزارتون. جدیدا هم ماشاءالله نمیدونم چی کار میکنه، یه پروژه ساده میبندین تو پتالینوکس میشه 10 گیگ. من یه پروژه بستم یه 4 تا آپشن بهش اضافه کردم 10 گیگ فایل برای من درست کرد. خلاصه برای اونا که پولشون مفته و اینا میگن هارد میزنن دیگه، ما اینجا در مزیقیم. سیستم خیلی عجیب غریبه نمیخواد، ولی هرچی بهتر باشه بهتر. میکروفون رو میرسونین؟ یه سوال داشتم، این که توی پینگ چون روش یه اوبونتو احتمالا میتونم از برنامه رو به زبان‌های مختلف بنویسم، درسته؟ بله، اصلا هر کار خاصی میتونید کنید. خب مثلا فرض کنید که من میخوام با سی بنویسم، بحث درایوراشو اون موقع چطوری باید هندل کنم؟ دوباره شما نیاز نیست که دیگه اونجا که میخواین سی برسین از پینگ استفاده کنین. حتی اوبونتو هم میخواین استفاده کنید، اوبونتو رو مستقیم استفاده کنید که مقدار سبک‌تر بشه. درایورها زایلینکس چند تا درایور رو داده، تو پتالینوکس تیک میزنیم درایور زایلینک هست، همون ایکس لینک و نمیدونم حالا اون چند تا که بود دیگه، دیو کامپ و نمیدونم اینا رو با تیکشو میزنین. برای تک تک آی پی کورای استاندارد هم درایور داره تیک میزنین، به کرنل اضافه میشه. فقط یکم کار کردن باشون سخت. پس همون بهتره که با همون پایتون نوشته بشه. خیلی وابسته است به کاربردتون. کاربرد تحقیقاتی، میخوای سریع دیتا بیاری جواب بگیری، نتیجه هدف چیز دیگه است، با پینگ کار کنین. نه، هدف سیستم محصولیه که میخواد بره بشینه دست مشتری، وقت بیشتری برای دیولپ میذاری و از مثلا با سی میری کدشو مینویسی. متوجه شدم. بعد توی این مثال وب سروری که نشون دادید فرمودید که خب این تیکه‌ای که این اعدادو میگیره و اینا سمت سروره که حالا رو همون برده، کدوم قسمت الان داره روی پی سی اجرا میشه؟ اون این صفحه HTML، همین چیزای گرافیکی که داریم در همه پروژه ها در همه دنیا همه کارا. شما اسنپ میخوای بگیری، اسنپ فود داری میری، صفحه بانک داری میری، قسمتی که میاد برای کاربر نمایش میده اصطلاحاً کلاینت یا فرانت اند، همیشه روی دیوایس کاربر رندر میشه
درست. ولی اطلاعات همیشه رو سروره و پردازش اطلاعات درخواست میزنه همیشه کلاینت به سرور و میگه آقا این اطلاعات رو به من بده، حالا تایید هویت داره، سکیوریتی این چیزا هم داره، از اون رد میشه اطلاعات رو میرسه. درست، متوجه شدم. ممنون. خواهش می‌کنم. سوال دارین بچه‌ها؟ سلام، خسته نباشید. در مورد کتابخونه‌های جدیدی که ما نیاز داشتیم نصب کنیم، الان یه سری کتابخونه‌ای که تو این پایتون استفاده کردیم از قبل توی اون لینوکسی که نصب کردیم و پینچی که نصب کردیم بودن. من برفرض بخوام یه کتابخونه جدید نصب کنم برای پایتونم، نیاز به اینترنت نصب بشم یا خودم میتونم کپی کنم؟ بله. ببین واقعیتش اینه که یه عالمه کتابخونه رو سعی کرده داشته باشه و گذاشته باشه، ترکیب خیلی زیادی از خود کتابخونه‌های اوبونتو و دبیان رو آورده گذاشته، یه سری دیو کانفیگا رو آورده گذاشته، دیو تولزا رو گذاشته. جدای همه اینها، خارج از اینا، پایتون هم اومده گذاشته و یه عالمه کتابخونه‌های پایتون هم گذاشته. ولی با این وجود همچنان شما هم دستور پیپ پایتون رو دارین، میتونید پیپ بزنید و یک کتابخونه رو نصب بکنید، یا اینکه اوبونتو apt-get install بزنید و پکیج برای اونا نصب بکنید. اونا سر جاش هست، به شرطی که از این استفاده کنید. اگر بخواید لینوکستون رو کاستوم کنید دیگه اونا رو ندارید. خب اگر سوال سلام، خیلی ممنون از زحمات تیم تکسان بابت جلسه امروز. ببخشید میخواستم ببینم الان روی پلتفرم پینک اگر ما بخوایم یه بخشی از بار پردازشمون رو که توی FPGA هست و خب حالا معموله توی زینک میبریم روی PS و ریل تایم این کار رو انجام میده و بعضن خب کم میاره، الان ما اگر بخوایم این کار رو با پینک انجام بدیم گینی میگیریم اینکه سریعتر این کار رو انجام بده؟ ببینید که لازم واقعا پردازش بیاد رو PS خب میاریم، مثلا همین الان پردازش این وب سرور روی PS، ولی واقعا خب کنتر از بیر متال، خیلی کنتر از بیر متال. شما مثلا 1/10 به بیر متال در نظر بگیرین، تازه بسته به کاری که داره انجام میده. البته بعضی جاها هم حتی از بیر متال سریع‌تره. بچه‌ها مثلا من می‌خواستم یک سیگنالی درست کنم، همون سینوس رو دیدین درست کرده بودم، ولی سینوس یکم پیچیده‌تر می‌خواستم درست کنم سینوس رو. اون یه بار رفتم با بیر متال انجام دادم، یه بار آوردم اینجا با نامپای پایتون انجام دادم، تقریبا یکی شد. حتی بعضی جا پایتون سریع‌تر بود چون دو تا هسته هم داشت، اونجا یه هسته بود، بعد این کتابخونه‌ها کامپایل شده بودن. در کل میخوام بهتون بگم لازم باشه اگر وسط دریا اصطلاحاً کوسه دنبال میکنه از درخت میریم بالا، ولی خب این انتظار رو نداریم که به سرعت و ریل تایمیه که روی PS بیر متال کد میزنیم الان بتونیم با اینجا همینو یعنی هندلش بکنیم روی این. مثلا میگم یه مثالی براتون بزنم، DMA خیلی وقتا میایم چیکار میکنیم تو DMA، یه پک میفرسته، دوباره کانفیگش میکنیم پک بعدی رو بفرسته. یه همچین کاری اگه قرار باشه نان استاپ اتفاق بیفته نمیشه، نمیرسه واقعا. خیلی گفتم اینتراپت ها کندن، اینتراپت بخواد بده اینا. چیکار باید بکنم؟ باید برم اسکتر گدر DMA همو فعال بکنم که خودش اتوماتیک هی بره دوباره کانفیگ بگیره ورداره، من در نهایت بچ های اسکتر گدر بدم به این. یک همچین سیستم هایی باید پیاده بکنیم. خلاصه خیلی انتظار ریل تایمی از PS نداریم. خب دوستان اگر سوالی ندارین دیگه میتونیم جلسه رو تعطیل بکنیم. من خیلی تشکر میکنم بابت حضورتون، تشریف آوردین. ما خیلی تلاش داریم میکنیم که جلسات این چنینی رو زیاد بکنیم، هم تو دانشگاه ها هم توی این مجموعه و مجموعه های دیگه که حالا میریم کار میکنیم. از یه طرف واقعیتش به شدت وقتمون پره. برای مثال براتون پارسال فکر میکنم 1.5 سال پیش ما یک مجموعه آماده کردیم برای استیار، 100 خورده صفحه فقط بچه‌ها داکیومنت فارسی آماده کردن که ما استیار رو بیایم دورش رو برگزار کنیم، فیلمش کنیم. هنوز نرسیدیم اون که شده کتاب، مثلا گفتیم کتاب چه اصلا منتشر کنیم که اونو برداریم الان ترجمهش کنیم و تبدیلش کنیم به فیلم یا ویدیو که دورش بکنیم. هنوز اینا در از ما وقت میگیره، واقعا درگیر هستیم. و از این طرف هم همین مراسم ها هم که الان خدمتتون هستیم یه مقدار واقعیتش هزینه داره برای ما. البته که دوستان چقدر ما رو خوشحال کردن، الان قایم شدن اون پشت.
زحمت کشیدن. اصلا بچه شکلات‌ها پذیرا رو بعضی دوستان برای ما آوردن، خیلی هم دستشون در نکنه. شکلات تکسانی که داریم می‌بینید ایشون رفته و دیده بود یه برندی به اسم تکسان شکلات درست کرده برای ما آورده و اینجا زحمتشو کشیده گذاشته. خلاصه آخرین مورد که فقط میخوام خدمتتون عرض کنم، ما یک لینک حامی باش هم درست کردیم. اگر دوست داشتین از تیم تکسان حمایت بکنین که این رویدادامون رو بیشتر بکنیم، میتونید. حالا لینک بعدا تو گروه میذاریم، اونجا مگه محبتی داشته باشین ممنون میشیم. یه توضیح فقط کوچیک بدم، چون در آینده یه سال میخوایم ما باز دوره‌هاشو بذاریم، دوره هوش مصنوعی بذاریم. زایلینکس اصلا کلا FPGA یکی از دیوایساییه که هوش مصنوعی رو داره توسعه میده، بیشتر روی اجراشه نه تو مراحل ترین، و در مقابل جی پی یو داره قرار میگیره. جی پی یو خب داره اجرا میشه. جی پی یو ها چه مشکلاتی دارن؟ جی پی یو ها آی او هاشون محدوده و لیتنسیشون یه مقدار بیشتره، تروتپوتشون بالاست، لیتنسیشون یه مقدار زیاده. و مسئله بعدی این که جی پی یو ها تو ورژن های سرور بسیار گرونن. جی پی یو خیلی ارزونه نسبت به اف پی جی معمولی. یه برد اف پی جی معمولی بخری 300 میلیون تومان، یه جی پی یو خوب میخری میشه حالا نمیدونم الان چنده، مثلا میشه 100 میلیون. ولی تو اوردر سرور که بیای یهو میشه چند میلیارد تومان یه جی پی یو، در حالی که با $2000 شما میتونید یه دونه کارت اف پی جی داشته باشین. دو تا سبک زایلینکس هوش مصنوعی روی اف پی جی برده جلو، پلتفرم داده. یه مدلی که بیشتر به سمت نرم افزاریا کش میکنه، یعنی میاد یه پردازنده داخل پی ال میسازه، یه سافت کور مثل اون میکروبلیز، ولی اینستراکشن ستاش دستوراتی که مخصوص هوش مصنوعیه. مثلا شما هوش مصنوعی میزنی تابع مثلا سافت مکس، اینو دستورش کرده، دستوراش این شکلیه، آقا اینو در این ضرب کن، سافت مکس کن، فلان کن. حالا من خیلی آشنا نیستم با اینستراکشن ستاش. و میاد چیکار میکنه؟ شما یک بار بیت استریمو میذاری تو اون اف پی جی، تو سرورها معمولا اینجوریه، و بعد اون کسایی که دیولپ دارن میکنن اتفاقا خروجی شبکه‌ها هم از چیز میگیره، تنسورفلو، پای تورچ میگیره و میبره خودش کامپایلش میکنه برای اون و انجام میده. قیمت ارزون تره، سرعت یه ذره شاید بهتر باشه، ولی تو تروتپوت نه، به جی پی یو هنوز نرسیدن. مصرف توان بسیار پایین تره که تعمیر نگهداری رو تو سرورهای بزرگ که مثلا 1000 تا جی پی یو داره، هر کدومش 500 وات بخواد استفاده بکنن، اون همه توان بخواد کجا تلف کنه. اف پی جی اینجا خیلی میتونه کمک بکنه. تو صنایع نظامی و اینا که بردا کاستومن، مستقیم دیتایی بگیره و بده، خب خیلی اینجا جای کار داره. و از اون طرف هم یه پلتفرم دیگه توسعه داده، اون شبیه به کاستومه، ترکیبی از HLS و VHDL و سیستم وریلاگ و اینجور چیزاست که یه سری بلوک‌های آماده است، میره تو پی ال میشینه، پی اس خیلی درگیر نمیشه تو اون قضیه، ولی تو اولیه پی اس و پی ال کامل در هم تنیده با هم درگیرن. بعدی دومیه اینه که هر سری باید برای هر تغییری تو شبکه می‌خوای بدی از اول سنتز و فلان و اینا، چون خود فرمول ریاضیشو پیاده سازی میکنه. توی اولیه نه، یه دی پی یو که یه بار بیت استریمشو میسازین، ولی دومیه سریع‌تر از اولیه است. حالا ما قصدمون اینه که اینا هم انجام دادیم، ما باز یکی از کاری که رفتیم انجام دادیم، جواب گرفتیم و قرار این دی پی یو هم بیایم آموزش هم بذاریم. این ورم دی پی یو رو بومی شدهش، مدل بومی شدهش با اینستراکشن خودمون، با مدل خودمون بیاریم تو صنعت. مثلا با خودروسازی داریم صحبت می‌کنیم اینا، که بیاد یه مقداری تو این زمینه‌ها بتونیم کار بکنیم. فعلا رو اف جی احتمالاً با صنایع خودروسازی تحویل میدیم. اگر انشالله اوکی بود، تستا رو زدن، چون تستای خودرویی خیلی گرون و سنگینن. اگر انشالله اوکی بود، شاید تونستیم ایستیکش بکنیم و اصلا کلا بریم توی فاز دیگه. وگرنه رو همون اف جی هم میشه توی صنایع خودروسازی فعال بود و کار کرد. خواهش میکنم. خب بچه خیلی خوش اومدین، دست شما در نکنه، خسته نباشین. ما خیلی صحبت کردیم، سرتون درد آوردیم. انشاءالله تو رویدادهای بعدی و جاهای دیگه بتونیم ببینیمتون.